این қалами مقرری با سرنوشت مردم تاجیکستان ارتباط مستقیم دارد. با این قلم یکی از سندهای مهم در روند مذاکرات صلح میان حکومت تاجیکستان و اتحاد مخالفین به امضا رسیده است. خصوصاً 11 دکبر سال 1996 اولین مراتبه و آخری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با طرف مخالفین تاجیک برگزار گردیدند که این واقعه در شمال افغانستان در خاصده برگزار شد و آن قلمی که در این مذاکرات حجت‌ها به امضا رسیدند امروز در آثارخانه ملی تاجیکستان در اکسپوزیسیون شعبه تاریخ نو و نوترین به نمایش گذاشته شدند. در این گوشه آثارخانه همچنین چندین یادگاری از تاریخ جنگ شهروندی، مذاکرات صلح، وحدت ملی و بنیاد دولت در تاجیکستان به معرض گذاشته شده است. این اولین نمونه پرچم تاجیکستان امروز است که هنوز سال 1992 در سسیه 16 شورای عالی در خوجند قبول شد و این آن همان پرچم است که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان پس از انتخاب شدنش به حیث رهبر رئیس شورای عالی این پرچم را بوسید. اشیا و میراث‌های رمزی وحدت مردم تاجیکستان که در سالهای مختلف تولید شده نوارگیری شدند، گوشه‌های دیگری این بخش آثارخانه ملی را آرا داده است. کوزه‌هایی که با چند مشت خاک جمع آورده حرکت وحدت ملی تاجیکستان ساختند خیلی جالب به نظر می‌رسد. از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان یک کفی خاک جمع آوری نمودند و هنگام انجام سفر خود در اصفهان از جانب هنرمندان اصفهان این مثلا کوزه‌های منقش ساخته شده از این خاک به طور رمزی کوزه وحدت نامگذاری می‌شوند. این آثار تاریخ وحدت تاجیکستان مخصوصاً برای جوانان که شاهد آن تاریخ نبودند خیلی جالب و دیدنی به نظر می‌رسد. مثلا با همین قلم سازشنامه‌های صلح تاجیکستان به امضا شده است و در اینجا کتابایی که ما می‌بینیم وحدت ملی، روند وحدت و نظریه آن همش در بابت همین وحدت ملی جمهوری تاجیکستان نوشته شده‌اند. اکثر کلی اکسپونات‌های مربوط به وحدت ملی تاجیکان با آثارخانه ملی از سوی افراد الهیده و رئیس جمهور امامعلی رحمان تقدیم شده است.